به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. نگاه کن، انا امام. امام، السلام علیکم و علیکم السلام. شما چه حال داره برادرانم؟ انتظار شده؟ نه همش خوب است. شما چرا دیر کرده؟ و این طرف گذره، همین طرف. احمد بیا. شما مرا انتظار کردید. من فکر کردم که نمی آید. نمی آید. برادرانم، وقتی افطار نزدیک است. اجازه دهید که شما را با خرما ضیافت دهم. مادر جان، با من ماشین چای کلام بخرید. پسر جان، با مادرت عین حال تنها بودن بسیار مشکل است. کمی صبر کن، من به تو بعد میخرم اگر الله خواسته باشد.
مادر جون این خلبوشه به من بنان و سیب خرید. التماس. در همین لحظه من خواستم همه پولهایم را و از آن هم زیاد را برای خرسند کردن این کودک دهم. یا الله، جز تو با قدرت و توانایی نیست. یگان چیزی دیگر؟ نه تشکر. دوستی خردکک من اینجا بیا. السلام علیکم خواهرم. و علیکم السلام. من از شما کمی دورتر می ایستادم. ناگاه شنیدم درباره آن سخنهایی که شما و پسرچه زیبایتان گفتید. سخنهای او و نگاههایش و من بسیار تاثیر کرد و من خواستم که پسرچه زیبای شما را خرسند کنم. التماس این را از نوع من قبول کنید و خاطر الله. نه برادر، شما چی میگویید؟ لازم نیست. الحمدلله، محمد چی داریم. خواهرم، مرا از کار خیر کردن باز ندارید، زیرا الله تعالی آدمان خیرخواه را بسیار دوست می‌دارد. رحمت کلان الله از شما راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله. برادر چرا اینقدر دیر کردی؟ خیلی همین خیلی شد. خیلی گم نمیبخشیم. بگیرید نوش جان کنید. الله تعالی به تو در دنیا و آخرت نیکی عطا فرماید. بارک الله. بارک الله لك فیک.